بازار عجیب و غریب ایرانو بیشتر چینی‌ها تصاحب کردن. تو این بازار عجیب و غریب دو تا سدان وجود داره که به گفته کمپانی خودروهای پرچمدارشون هستن، اما اصلا عملکرد یک پرچمدار رو نداره. امروز این دو خودرو رو مقایسه می‌کنیم تا ببینیم ارزش خرید کدوم بیشتره. ستاره‌ای در راه، استاندارد ایمنی عابر پیاده، بدنه مستحکم و ایمن. تارا بر روی پلتفرم خودروی پژو 301 سوار شده. طراحی تارا بروز و جوان پسنده، اما بزرگترین نقص طراحی چراغ‌های به هم پیوسته عقبه. کمپانی اعلام کرده از برج میلاد الهام گرفته شده تا این چراغ‌ها رو بسازن، اما این چراغ‌ها مخصوصا داخل شب باعث اذیت و آزار چشم راننده‌های عقب خودرو میشه، به خاطری که نور زیادی رو تولید میکنه. طراحی شاهین هم طراحی بروز زیباییه، اما طراحی شاهین نسبت به بقیه خودروهای داخلی خاص‌تر و جدیدتره، اما باز هم نقص‌های کوچیکی داخل اون دیده میشه. تارا از نظر طراحی داخلی شلوغ‌کاری بیشتری نسبت به شاهین داشته و به محض سوار شدن به خودروی تارا متوجه میشید که متریال ساخت خیلی بهتر بوده. هر دو خودرو دارای ترمز دیسکی، سانروف، مانیتور لمسی و دوربین دندقب هستند. موتور شاهین موتور 8 سوپاپ 1.5 لیتری M16 که به خاطر توربو شارژی که به اون وصل شده از 87 اسب بخار به 110 اسب بخار رسیده و 178 نیوتن متر گشت آورد. اما بزرگترین نقص این خودرو حساس بودن اون به بنزینه. بهتره که بنزین سوپر یا بنزین معمولی با اکتان داخلش بریزید که اکتان خوب خیلی سختگیر میاد. موتور تارا موتور 1.6 لیتری تنفس طبیعی تیو5 که 16 سوپاپ هم است و 113 اسب بخار و 144 نیوتن متر گشت آور خروجی داره و خوبی این موتور نسبت به موتور شاهین تنفس طبیعی بودنشه که به این معناست حساسیت موتور نسبت به شاهین خیلی کمتره به بنزین. هر دو خودرو به کمک گیربکس 5 سرعته دستی نیرو رو به چرخ‌های جلو انتقال میدن. یعنی هر دو تا خودرو دیفرانسیل جلو هستن. هر دو خودرو از نظر موتوری خیلی شبیه همن، اما تارای ویوان توی بخش شتاب اولیه کمی عملکرد بهتری نشون میده. از نظر جاداری خودروی شاهین جای بیشتری داره و سرنشینان عقب فضای بیشتری رو دارن. هر دو خودرو نقاط مثبت و نقاط منفی خودشونو داشتن. حالا شما داخل کامنت ها بگید که کدومو ترجیح میدید.